به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین. بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه ما در مضمون جیولوژی در صنف دهم. ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون جیولوژی میخوانیم و از همین طریقه میتونیم با یک موضوع جدید در علم جیولوژی هم آشنا شویم. همون قسمی که همه شما عزیزان میفهمین. ما در درس قبلی در مورد سلسله تعاملی بووین صحبت کردیم، در مورد سنگ های پلوتونایت صحبت کردیم. فهمیدیم که سنگ های پلوتونایت از جمله کدام سنگ ها است. در کل فهمیدیم در اثر سرد شدن مگما سه نوع سنگ مختلفی ممکن است ایجاد شود. اگر مگما حرارت خود را آهسته آهسته از دست بده و در عمق زمین حرارت خود را از دست بده، سنگ های عمقی را تشکیل میده که به نام سنگ های پلوتونایت یاد میشه. نوع دوم سنگ ها که از اثر سرد شدن مگما میتونه ایجاد شود، سنگ های ناریه به قسم رگ می باشه که امروز در موردش صحبت میکنیم. و نوع سوم سنگ ها از جمله سنگ هایی هست که مگما حرارت خود را در طبقات عمیق، در طبقات سطحی زمین حرارت خود را سریعا از دست میده و در نتیجه سنگ های ولکانیکی را تشکیل میده. امروز در مورد سنگ های ناریه به قسم رگ صحبت میکنیم و همین قسم در مورد یکی از سنگ های پلوتونایت یعنی سنگ گرانیت صحبت میکنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. عنوان درس امروز ما سنگ ناریه به قسم رگ و سنگ گرانیت می باشه و این درس ما شامل صفحه 37 کتاب جیولوژی تان هست. به شکل کلی اهداف ما در درس امروز این هست که به همراه این دو سنگ آشنا شویم، بفهمیم سنگ ناریه به قسم رگ چه نوع سنگی هست و با سنگ گرانیت آشنا شویم، بفهمیم که در کشور ما افغانستان در کدام قسمت ها سنگ گرانیت میتونه موجود باشه. پس از همه شما عزیزان میخوایم که لطفاً قلم و کتابچه تان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را یادداشت کنید تا زمانی که درس امروز تمام میشه به اهداف خود برسیم. شاگردای عزیز، همون قسمی که گفتم میخوایم در مورد سنگ های ناریه به قسم رگ بفهمیم. سنگ های ناریه به قسم رگ دومین نوع از سنگ های ناریه ای هست که در اثر سرد شدن مگما میتونه ایجاد شود. در کل در اثر حرکات تکتونیکی زمین و همین قسم در اثر سرد شدن پلوتون ها ممکن است که بعضی درز ها و کفیدگی ها در سنگ ها ایجاد شود. یک بار دیگه این موضوع رو میخوایم براتون تکرار کنم. به شکل کلی در اثر حرکات تکتونیکی زمین و همین قسم سرد شدن پلوتون ها، شما حالا با سنگ های پلوتونایت آشنا هستین، میفهمین که در طبقات عمیق زمین ایجاد میشه. پس در اثر سرد شدن همین سنگ های پلوتون یا پلوتونی، درزها و کفیدگی هایی که در سنگ ایجاد میشه اگر توسط مواد مذابه یعنی توسط مگما دوباره پر شوه، این سنگ های ناریه به قسم رگ می باشه. شما یک بار خودتان همین مسئله را پیش روی چشمتان تجسم کنید. هرگاه یک سنگ پلوتونایتی باشه یا پلوتونیک باشه که در اثر سرد شدن بعضی درزها، بعضی کفیدگی ها در خود سنگ ایجاد شود و دوباره در اثر صعود مگما این درزها، این کفیدگی ها توسط مگما دوباره پر شود، بدون شک سنگ هایی را ایجاد میکنه که رویش قسمت هایی به شکل رگ می باشه یا رگه هایی از مگما را شما میتونید که روی این سنگ ببینید و در نتیجه به خاطر همین موضوع هست که نام این سنگ را گذاشتن سنگ ناریه به قسم رگ، چون همین درزها و کفیدگی ها توسط مگما پر میشه و باعث ایجاد رگه های مختلف در روی سنگ میشه. در کل میتونیم بگیم که در سنگ های پلوتونی در اثر تشکیل سلسله جبال یا سلسله کوه ها در مراحل اخیر بعضی درزها تولید میشه که هرگاه دوباره مگما صعود کنه این درزها را پر میکنه یا مگما دوباره در این درزها قرار میگیره، جابجا میشه، جاگزین میشه و در نتیجه سنگ های ناریه‌ای را تشکیل میده که دارای رگه های مختلفی از مگما در خودش می باشه و به نام سنگ های ناریه به قسم رگ
یاد میشه. موضوع بسیار مهم در درس امروز ای بود که ما با سنگ‌های ناریه به قسم رگ آشنا شدیم و فهمیدیم که سنگ‌های ناریه به قسم رگ در اصل همون سنگ‌های پلوتونایتی هستند که در طبقات عمیق زمین ایجاد میشه. اما بعضی درس‌ها و کفیدگی‌ها در این سنگ که ایجاد شد اگر توسط مگما دوباره این درس‌ها پر شود و مگما در این درس‌ها دوباره جابجا شود، جاگزین شود، سنگ‌هایی رو تشکیل میده که رگه‌های از مگما رو داره به نام سنگ‌های ناریه به قسم رگ یاد میشه. موضوع دیگه که در درس امروز ما وجود داره عبارت از سنگ‌های گرانیت میباشه. سنگ‌های گرانیت از جمله سنگ‌های پلوتونایتی هستند که در طبقات عمیق زمین ایجاد میشه، یعنی از جمله سنگ‌های عمقی میباشه. مگما در طبقات عمیق زمین آهسته آهسته حرارت خود را از دست میده، گازاتی که در مگما وجود داره آهسته آهسته سرد میشه و در نتیجه سنگ گرانیت تشکیل میشه. در درس‌های اولی هم در مورد سنگ گرانیت صحبت کردیم، فهمیدیم از جمله منرال‌هایی که در سنگ گرانیت موجود هست عبارت از کوارتز و فلدسپار میباشه. کوارتز و فلدسپار از جمله منرال های اصلی هستند که در ترکیب سنگ گرانیت وجود داره. از جمله منرال های دیگه هم که در ترکیب سنگ گرانیت میتونه موجود باشه پلاژیوکلاس ها و ابرک ها هم هستند. هارنبلن هم از جمله یکی از منرال های دیگه هست که در ترکیب سنگ گرانیت موجود هست. پس در کل سنگ گرانیت یکی از سنگ های عمقیه هست، یعنی یکی از سنگ های پلوتونایت می باشه و در ترکیبش منرال های مختلفی میتونه موجود باشه. این منرال ها عبارت از فلدسپار ها، کوارتز، همین قسم پلاژیوکلاس ها، ابرک ها و همین قسم هارنبلند می باشه. منرال هایی که در ترکیب سنگ گرانیت وجود داره را هم با هم دیگه فهمیدیم. سنگ گرانیت میتونه به اشکال مختلفی از سنگ‌های عمقیه موجود باشه. ما در درس‌های قبلی خوانده بودیم که سنگ‌های عمقیه یا پلوتونایت به اشکال باتولیت و لاکولیک و همین قسم شتوک میتونه موجود باشه. از جمله اشکالی که سنگ گرانیت داره به شکل باتولیت ها و همین قسم به شکل شتوک میتونه این سنگ ها موجود باشه. بعضی از اشکال دیگر هم این سنگ میتونه داشته باشه، اما بیشتر به همین دو شکل سنگ گرانیت موجود هست. در کشور ما افغانستان سنگ گرانیت را به نام سنگ خارا هم یاد میکنند. این سنگ بیشتر در مناطق شمال کشور، همین قسم در قسمت سالنگ، در پغمان، در قسمت شمال شرق کوههای هندوکش میتونه موجود باشه، یعنی به پیمانه زیادی وجود داره و به علت زیبایی که این سنگ داره بعد از برش کردن و صیقل نمودن این سنگ به خاطر سنگ‌های تزئینی مثلا در تعمیرات، در راهروها، در بعضی قسمت‌های دهلیزها از این سنگ به حیث سنگ‌های تزئینی استفاده میشه. به خاطر زیبایی که این سنگ داره ابتدا سنگ را برش میکنن، صیقل میکنن و بعدن از این سنگ در قسمت‌های مختلفی از تعمیرات از جمله در راهروها، در دهلیزها، در بعضی از قسمت‌های جاده‌ها هم ممکن است از این سنگ‌ها استفاده شود. در کل سنگ‌های زیبایی هستند که به شکل تزئینی هم استفاده میشه. تا این قسمت درس ما با سنگ‌های ناریه به قسم رگ آشنا شدیم و با یکی از انواع سنگ‌های پلوتونایت یعنی با سنگ گرانیت هم آشنا شدیم. موضوع دیگه که در درس امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم عبارت از سنگ‌های گرانودیوریت ها است. گرانودیوریت ها هم از جمله سنگ‌های پلوتونایت هستند، یعنی سنگ‌های عمقی باشن در عمق زمین از اثر سرد شدن آهسته آهسته مگما ایجاد میشه. سنگ‌های متبلور هستند، سنگ‌های کریستالی میباشن. در ترکیبشان منرال‌هایی از جمله کوارتز، فلدسپار، همین قسم پلاژیوکلاس، فلدسپارشان از جمله فلدسپارهای پتاسیم دار میباشه. این منرال ها موجود هست، اما مقدار کوارتزی که در ترکیب گرانودیوریت ها موجود می باشه نسبت به کوارتزی که در ترکیب گرانیت موجود هست کمتر هست. یعنی مقدار منرال کوارتز در سنگ های گرانودیوریت ها نسبت به سنگ گرانیت کمتر می باشه. این یک موضوع بسیار مهم هست که شما در این درس باید این موضوع را یاد بگیرین. همین قسم منرال های رنگی متفاوتی میتونه در ترکیب سنگ گرانودیوریت ها موجود باشه، از جمله منرال های فرعی که در ترکیب سنگ های گرانودیوریت ها میتونه موجود باشه. منرال های فرعی متعددی هستند که باعث رنگ های مختلفی به این سنگ میشه. یعنی بعضی از منرال های فرعی ممکن است که در ترکیب این سنگ موجود باشه که رنگ های متفاوتی را به این سنگ بده.
اما در کل گفته میتونیم که سنگ گرانودیوریت ها از جمله سنگ های متوسط دانه، یعنی دانه های کوچکتر یا اندازه و کتله های کوچکتر داره و میتونه که مختلف دانه باشه. یعنی ممکن است یک سنگ بسیار کوچک باشه، یک سنگ متوسط تر باشه، ممکن است بعضی سنگ های بزرگ هم از جمله سنگ های گرانودیوریت ها باشه. در کل اشکال متفاوتی دارد. به شکل کلی شکل گرانودیوریت ها به شکل باتولیت می باشه. یکی از اشکال سنگ های عمقی شکل باتولیت هست که در سنگ گرانیت هم گفتیم که سنگ گرانیت میتونه به شکل باتولیت و همین قسم به شکل شتوک موجود باشه. سنگ گرانودیوریت ها هم از جمله سنگ هایی هست که به شکل باتولیت میتونه موجود باشه. اندازه های متفاوتی میتونه داشته باشه، اندازه های متوسط، کوچک، بزرگ. در کل میتونه به اندازه ها و سایز های متفاوتی این سنگ ها وجود داشته باشه. در کل سنگ های مختلف و دانه هست، میتونه اندازه های مختلفی را در قسمت های مختلف زمین تشکیل بده. موضوع دیگه که در مورد سنگ های گرانودیوریت ها وجود داره این هست که این سنگ ها هم سنگ های زیبایی هستند که بعد از برش کردن و صیقل کردن به حیث سنگ های تزئینی در تعمیرها ممکن است مورد استفاده قرار بگیره و به طور مثال در دهلیزها، در رهروها از این سنگ ها به خاطر فرش کردن روی زمین استفاده میشه. در امور ساختمانی در تعمیرهای مختلف ممکن است که از این سنگ ها به سنگ های تزئینی استفاده شود. در کل تفاوت سنگ گرانودیوریت ها با سنگ گرانیت در این هست که مقدار کوارتزی که در گرانودیوریت ها وجود داره نسبت به مقدار کوارتزی که در ترکیب سنگ گرانیت موجود هست کمتر می باشه. اکثریت منرال هایشون با همدیگه مشابه هستند، از لحاظ زیبایی کمی با همدیگه مشابه هستند، از لحاظ کاربرد هم با همدیگه مشابه هستند. البته سنگ گرانیت بیشتر استفاده میشه، کاربرد بیشتر داره. و یک موضوعی که در مورد سنگ گرانیت خواندیم این بود که در افغانستان، در پغمان، در سالنگ و همین قسم در قسمت های شمال شرقی کوههای هندوکش به شکل بسیار گسترده وجود داره که اهمیت صنعتی فوق العاده زیادی داره و در امور ساختمانی و صنعتی از این سنگ ها استفاده میشه. درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. امیدوار هستم که درس امروز را یاد گرفته باشین. در کل در درس امروز ما در مورد انواع سنگ ها صحبت کردیم. شما در درس امروز با 3 نوع سنگ مختلف آشنا شدین. اگر یک جمع‌بندی کلی از درس خود داشته باشیم، با سنگ های ناریه به قسم رگ آشنا شدین. فهمیدیم که هر دو پلوتون ها بعد از دست دادن حرارت در ترکیب و ساختمانشان درس ها و کفیدگی ها ایجاد شود و در اثر صعود مگما دوباره این درس ها و کفیدگی ها توسط مگما پر شود سنگ های ناریه به قسم رگ را تشکیل میده. از جمله با 2 نوع سنگ پلوتونایت یا سنگ های عمقی آشنا شدیم. یکی سنگ گرانیت بود و نوع دوم سنگ گرانودیوریت ها هست که هر دویشان از جمله سنگ های تزئینی می باشه. بعد از برش کردن و صیقل کردن در امور ساختمانی، در ساختن دهلیزها و راهروها از این سنگ ها میتونه استفاده شود. تفاوتی که گرانودیوریت ها با سنگ گرانیت داره این است که مقدار کوارتزش نسبت به سنگ گرانیت کمتر می باشه. در کل در سنگ گرانیت منرال هایی که وجود داره عبارت از فلدسپار، کوارتز، همین قسم پلاجیو کلاس ها میتونه موجود باشه. در مورد هارنبلند هم ما مطمئن هستیم که در ترکیب سنگ گرانیت وجود داره، اما در ترکیب سنگ گرانودیوریت ها منرال هایی که وجود داره کوارتز هست که کمتر از گرانیت می باشه، فلدسپار های پتاسیم دار می باشه. همین قسم بعضی از انواع منرال ها مثلا پلاجیو کلاس ها هم ممکن است که در ترکیب این سنگ وجود داشته باشه. در درس امروز باز هم به شما 3 سوال را به حیث کارخانگی دارم. سوال اولی که در کتابچه هایتان حل میکنید این هست که در مورد سنگ های ناریه و قسم رگ در کتابچه هایتان نوشته میکنید که چه نوع سنگ هاست، چگونه ایجاد میشه. در سوال دوم تفاوتی که بین سنگ های گرانیت و همین قسم سنگ های گرانودیوریت ها وجود داره را نوشته میکنید. تفاوت ها و مشابهت هایی که بین سنگ گرانیت و گرانودیوریت ها وجود داره در کتابچه هایتان نوشته میکنید. سوال سومتان یک سوال 4 جوابه هست. در کتابچه هایتان نوشته میکنید که منرال هارنبلند در کدام سنگ وجود داره. گزینه الف سنگ ناریه و قسم رگ، گزینه ب سنگ
گرانیت، گزینه جیم سنگ گرانودیریت ها و گزینه دال سنگ های ولکانیکی. این 4 نوع سنگ مختلفی را که براتون نام گرفتم، 4 گزینه در جواب های این سوالتان وجود داره که شما تنها یک گزینه را انتخاب میکنین که در کدام سنگ منرال هارنبلند وجود داره. سوالات را حل کنید، درس ها را هم تکرار کنید. اگر در هر قسمتی از درس براتون مشکلی یا سوالی ایجاد میشه یادداشتش کنید و روز بعدی از ما بپرسین. تا روز بعدی که دوباره مضمون جیولوژی داریم، همه شما عزیزا را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.